پسر با ادبیه کلا، به من احترام میذاره. من دادم خیلی پسر خوبیه، ولی خدایی که من دوست دارم باشه ازدواج کنم. دوست دارم. اونم دوست داره؟ نه نمیدونم، ولی کلا باید دو طرفه باشه دیگه. آره باید دو طرفه باشه. باید ببینی اونم دوستت داره یا نه. آره شاید بولیه هرچی پسر با ادبیه کلا نیاره. باز پسر با ادبیه، باز اصلا خیلی پسر با ادبیه. من تا انقدر پسر با ادب دور خودم ندیدم، واقعا ندیدم. حتی بابک هم انقدر با ادبه، واقعا هر دوتاشون با ادبه. خب بالاخره کدومو میخوای انتخاب کنی؟ نمیدونم. خب فکراتو بکنی دیگه. حالا شاید به نظر من اصلا سامی خودش دوست دختر داشته باشه. آره. خب اگه داشته باشه چی؟ من دیدم بغلش کرده، دوست دختر داره. جدی داره؟ جانم برم. خب اگه داشته باشه دیگه تو میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم واقعا چه. نمیدونم چی جوری باش ازدواج کنم. شاید اون اصلا قصد ازدواج نداشته باشه. آره میدونم قصد ازدواج نمیدونم داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی در صورت باید با من ازدواج زور که نیست که. آره زور نیست که، ولی خیلی دوستش دارم. اونم انقدر تو رو دوست داره؟ بارلی اونم انقدر شما رو دوست داره؟ آره من مطمئنی؟ آره حالا گفت کی میاد؟ نمیدونم، گفت تعطیل که نمیتونم، فقط یه روز میتونم تو رو ببینم. گفت فقط یه روز تو رو میتونم ببینم و تعطیل دوست دارم همش تو رو ببینم. اون فقط یه چیزی بود که تو بیلیارد همو دیدیم. با کی بودی اون روز؟ حنا هم بود، تو نبودی. بعدش خیلی مامی اومد